داری دنبال یه سنگ برای کف ساختمونت میگردی ولی نمیدونی چه سنگی؟ مرمریت پرشین سیلک یه گزینه عالی برای کف. این سنگ با تم رنگی توسی و خنثایی که داره یه گزینه عالی برای کف واحدتون میتونه باشه. شما میتونید مرمریت پرشین سیلک رو هم به صورت اسلب و هم به صورت 40 طولی از مجموعه ما تهیه کنید. حالا به نظر شما ترکیب پرشین سیلک با سنگ‌های مشکی قشنگ‌تره یا سنگ‌های سفید؟ نظرتو تو کامنت برام بنویس. داری دنبال یه سنگ برای کف ساختمونت میگردی ولی نمیدونی چه سنگی؟ مرمریت پرشین سیلک یه گزینه عالی برای کف. این سنگ با تم رنگی توسی و خنثایی که داره یه گزینه عالی برای کف واحدتون میتونه باشه. شما میتونید مرمریت پرشین سیلک رو هم به صورت اسلب و هم به صورت 40 طولی از مجموعه ما تهیه کنید. حالا به نظر شما ترکیب پرشین سیلک با سنگ‌های مشکی قشنگ‌تره یا سنگ‌های سفید؟ نظرتو تو کامنت برام بنویس.